نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك قبل از سوره قدر در سوره علق درباره قرائت قرآن خواندیم. الله عزوجل دستور داد اقرأ باسم ربک الذی خلق. دستور به قرائت داد، دستور به خواندن داد. قرائت قرآن حال در این سوره مبارکه الله تعالی قدر و عظمت و فضیلت قرآن را بیان می فرماید. این قرآنی که خداوند دستور میده شما بخوانید چنان جایگاه والایی دارد، چنان کتاب عظیمی است که ما او را در شب قدر نازل کردیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. همانا ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر نازل کردیم. در شب قدر چگونه نازل شد؟ در حالی که اونچه که ما اطلاعات داریم قرآن یک شب نازل نشد. قرآن در ظرف 23 سال نازل شد. بعضی گفتن مراد از شب قدر یعنی آغازش در شب قدر بود. ابتداء نزول در شب قدر است. نزول شروع شد در شب قدر. لذا اعتبار و عبرت به آغاز و به ابتدا هست. هر چیزی که در یک ساعتی در یک روز خاصی افتتاح بشه، آغاز بشه، همون ساعت و اون زمان به عنوان اون چیز شناخته میشه. لذا اون روزی که قرآن آغاز شد و اون شبی که قرآن آغاز شد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و در میان شهر رمضان انا انزلناه فی لیلة القدر بود. اما بعضی از علما گفتند که نزول در شب قدر به معنای نزول آغاز نیست، بلکه کل قرآن مجید نازل شده. الله عزوجل در شب قدر، در این شب مبارکه، قرآن مجید را از لوح محفوظ که جای اصلی قرآن هست از اونجا نازل فرمود و فرستاد به آسمان دنیا و در آسمان دنیا کم کم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد. پس در نزول اول
یک شبه و یک باره نازل شد، همش یک جا نازل شد. بعداً بر قلب اطهر آن حضرت صلی الله علیه و سلم تدریجاً و کم کم نازل شد. الله عزوجل این شب را می فرماید لیلة القدر، شبی که دارای قدر هست. این شب را چرا قدر می گویند؟ مفسرین خیلی اقوال نوشتند، خیلی دلایل نوشتند. یکی همین که در ترجمه اشاره کردم که این شب چون دارای قدر و منزلت است. قدر اینجا به معنی منزلت، به معنی جایگاه، به معنی مقام، به معنی عزت. این شب شب عزتمندی هست، شب دارای قدر والایی هست. به این خاطر بهش شب قدر میگند چون عزتمند است. یکی این که چون قرآن در این شب نازل شده، یکی این که برکات و انوارات الهی در این شب هستند. فرشتگان در این شب فرود میایند، در ادامه سوره میخوانیم. به این خاطر به این شب میگن شب قدر. و بعضی معتقدند که قدر از تقدیر گرفته شده، چون که در این شب برای ما انسانها از عالم بالا تصمیم گرفته می شود. تمام تقدیر ما نوشته میشه، چقدر عمر میکنیم، چقدر رزق میخوریم، سعادت داریم یا شقاوت داریم، خوبیم یا بدیم. تصمیمات برای یک سال، برای عمل یک سال، برای تمام برنامه های یک سال در این شب گرفته میشه و فیصله میشه. لذا به این شب شب قدر میگویند چون تقدیر انسان ها نوشته میشه. و بعضی دیگر از مفسرین اعتقاد دارند که قدر به معنی تنگی هست. در قرآن هم است الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداوند برای هر کسی که بخواد رزق را فراخ میکند و یقدر یعنی برای هر کسی بخواد تنگ میکند. پس قدر به معنی تنگی. و من قدر علیه رزقه در آیه دیگه آمده هر کسی رزقش برو تنگ بشه. پس به اون معنا هست قدر. خب چطور اون شب، در اون شب چه تنگی وجود دارد؟ میفرمایند که در اون شب از بس که فرشتگان و مخلوقات ملأ اعلا و مخلوقات آسمان ها از بس که به زمین فرود می آیند و نزول می کنند و اینجا می آیند به دستور خدای عزوجل، روی زمین جا تنگ است، اصلا برای اونها جا نیست. به این خاطر این شب را شب قدر می گویند، شبی که جا تنگ است برای فرشتگان که نزول می کنند. والله اعلم. از این دلائل و از این وجوه تسمیه یکی هست که به این شب شب قدر می گویند. و ما ادراک ما لیلة القدر، خبر داری لیلة القدر چی هست؟ این استفهام را میگن استفهام تشویقی. بیشتر استفهاماتی که در ابتدای سوره ها هستن استفهام تشویقی هستند. خدای عزوجل جمله را به صورت ابهام ذکر میکنه، بعد از ما میپرسه میدونی یعنی چه؟ این نوعی آمادگی دادن هست به مخاطب که آماده باش که مطلب را بهت بگم تا خوب دریافت کنی، خوب بگیری. ما وقتی که مثلا بگیم که یه مطلبی را بدون مقدمه بگم شاید بعضی گوش کنن بعضی گوش نکنن، ولی از قبل مقدمه چینی بکنم. میخوام بگم امروز یک مطلب خیلی مهم میخوام بگم، آیا میخواید گوش کنید یا نه؟ هر کسی گوشهاش را باز میکنیم مطلب چیه، آمادگی پیدا میشه. با استفهام و با مقدمه چینی آمادگی پیدا میشه، انسان تشویق میشه، علاقمند میشه که مطلب را گوش کند. لذا این استفهام را استفهام تشویقی به همین خاطر میگویند. الله میفرماید که میدانی شب قدر چیه؟ یعنی اگر نمیدانی گوشهات را باز کن، توجه کن. الله میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است، افضل تر است از 1000 ماه. از 1000 ماه معنیش اینه که از عبادت 1000 ماه. 1000 ماه چی؟
از عبادت 1000 ماه، البته اون 1000 ماهی که در اون 1000 ماه شب قدری نباشد. 1000 ماه بدون شب قدر که 80 خورده سال میشه، اندازه عمر یک انسان هست. الله می فرماید که شب قدر از 1000 ماه افضل است. افضل و بهتر به چه معنا؟ مفسرین گفتن به این معنا که اگر کسی این شب را دریابد و در این شب عبادت بکند، این عبادتش به اندازه عبادت 1000 ماه برایش فضیلت دارد، به اندازه عبادت عمر یک انسان. الله عزوجل که این امت را آفرید، بقیه امتها عمرشون طولانی تر بود، عمرهای بسیار طولانی، بعضی 200 سال، 300 سال، 500 سال عمر کردند، ولی عمر متوسط این امت بین 60 تا 70 سال است، متوسطش بعضی بیشتر بعضی کمتر. لذا عمر کمی به این امت داد. اما رب سبحانه و تعالی فضل فرمود که در همین عمر کم فضائلی گذاشت، موقعیت ها و فرصت هایی گذاشت که اگر افراد این امت از اون فضائل و از اون فرصت ها استفاده بکنند، میتونن نیکی هایشون را، اعمالشون را از امت های پیشین هم بیشتر ببرند. مثلا در گذشته اگر یک کسی عبادت میکرد 500 سال هستند، خیلی از عابدان و راهبان ما تو روایت ها داریم 500 سال عبادت کرده. کسی عبادت کرده 500 سال و شما را خدای عزوجل توفیق بده فقط در 5 سال شب قدر را بیابید، در 6 سال شب قدر را بیابید و در این 5-6 سال همون شب مشغول عبادت باشید، شما به اندازه 500 سال عبادت کردید. لذا این فرصت ها را الله عزوجل فراهم آورده، این موقعیت ها را فراهم آورده که این امت جبران بکند اون چه که اون امت ها داشتند، این با همین عمر کمش بتونه فضائلی حاصل بکنه، به اندازه اونها برسه. به این خاطر الله عزوجل چنین فرصت هایی، مثلا یکی از فرصت ها شب قدر است، یکی از فرصت ها ماه رمضان است. یک نماز میخونی به اندازه 70 نماز ثواب بهت میرسه. یک سبحان الله میگی به اندازه 70 سبحان الله بهت اجر میرسه. یک نفل میخوانی به اندازه فرضی برایت الله حساب میکنه. اینها در واقع صافتر و عامیانه تر بگم که بهانه هایی هست که الله میخواد بر ما لطف کند، بر ما میخواد فضل کند. رحمت خدا بها نمیجوید، بهانه میجوید. دنبال بهانه ای هست، میگه ای بنده من این شب را برات درست کردم، بیا به اندازه عمر یک انسان بهت اجر میدم، بهت فضیلت میدم. لذا لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است، یعنی عبادت کردن در این شب افضلتر است از عبادت 1000 ماه. این فضیلت اول شب قدر. فضیلت دوم الله می فرماید تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. خدا میدوند اون شب چه مراسم معنوی هست که ما خودمون خبر نداریم. الله می فرماید که تمام ملائکه نزول می کنند، ولی بسا انسانهای غافل خوابند، بی خبرند. از آسمان به قول معروف یک ولوله هست و خیلی ملائکه تمام سرازیر است که بریم امشب به زمین که شب قدر هست. بندگان خاص الله عزوجل عبادت می کنند. لذا الله می فرماید تنزل الملائکة والروح فیها، فرود می آورند و همچنین نزول می کنند ملائکه و همچنین جبرائیل سید ملائکه.
الله عز وجل به صورت خاص، به صورت ویژه این فرشته ای که سردار ملائکه هست نامش را ذکر میکنه. معلوم میشه که این شب خیلی اهمیت داره که جبرائیل هم میاد. فیها، در آن شب، به اذن ربهم، فرود می آورند به اذن رب، من کل امر، من به معنی علاس، یعنی علا کل امر. به چه معنا من کل امر؟ یعنی ملائکه و جبرائیل با خود همراه می آورند هر امری که خدا مقدر کرده، هر چیزی که خدای عزوجل برای انسانها مقدر کرده اونا با خود می آورند. بكل امر قدره الله تعالی و قضاه فی تلك السنة الى قابل. تفسیر قرطبی میگه که هر کاری که از این سال تا سال آینده اتفاق میفته، هر برکتی هست، هر خیری هست، هر رزقی هست، هر عمری هست، هر سلامتی هست، هر آبادی هست، اینها را با خودشون می آورند، برای اهل زمین به ارمغان می آورند. بكل امر قدره الله تعالی. لذا این فضیلت دوم. و فضیلت سوم، سلام هی حتی مطلع الفجر. در اون شب سلامتی هست، هیچ خطری نیست، هیچ خطر فتنه ها نیست، سلامتی هست آن شب تا طلوع فجر. تا طلوع فجر، منظور وقت را هم الله عزوجل تعیین کرده، از شب است تا طلوع فجر، از هر طرف سلامتی. یعنی لیلة القدر سلامت و خیر كلها لا شر فیها. لیلة القدر تمامش سلامت و خیر است، هیچ شر تو اون شب نیست. حال این لیلة القدر چه شبی هست؟ شبش را الله بهتر میداند. الله عزوجل نامعلوم گذاشته. علما در این رابطه بحث کردند. بعضی معتقدند که اصلا در یک شبی از شبهای سال می آید. به سوی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم همین قول منسوب است که ایشون فرمودند در یک شب از شبهای سال می آید. احتمال بیشتر در رمضان، ولی غیر رمضان هم احتمال است. اما اکثر علما معتقدند که این شب در ماه مبارک رمضان هست. و بعض از میان شبهای ماه مبارک رمضان بیشتر باورها بر این است و بیشتر اقوال که این شب در دهه اخیر ماه مبارک رمضان است. و بعض از میان دهه اخیر، گویا این اطلاعات کم کم ما را به اون سمت و سو میبرد، و از میان دهه اخیر در یکی از شبهای طاق هست. 21 23 25 27 29. از این 5 شب یک شب است. این که الله عزوجل مجهول گذاشته و معلوم نگذاشته مشخصه. خدا میخواهد که ما تنبل نباشیم. فکر بکنیم مثلا تعیین بکنه 27 همه 27 بشینه عبادت کنند، دیگه در دیگه شبها خبری نباشد. نه، عبادت الله عزوجل فصلی نیست، بلکه همیشه باید عبادت کرد. همیشه عبادت کن، اون شب هم میابی و الله عزوجل در اون شب فضائل بیت عنایت میفرماید. خداوند عزوجل خیلی چیزها هستن که اونها را مجهول گذاشته، معلومشون نکرده. تو این خیلی حکمت هاست. اگر معلوم میشد انسان هم تنبلتر میشد و هم خیلی از زندگی ها و عیش انسان مکدر میشد، خراب میشد. مثلا موت ما را الله مشخص نکرده، بعضی از اتفاقات بزرگ را، مرگ را الله تعالی مشخص نکرده. اگر انسان بدوند که چند سال عمر میکند، اولا این انسان تنبلی و سستی میکند
همون نزدیک به پایان عمرش میگه من جبران میکنم. لذا در عبادت تنبل میشه، الله مشخص نکرده. و دیگه اگر بدوند و موتش نزدیک باشه زندگی برایش اصلا معنا نداره. کسی را که مثلا بگن 3 روز دیگه اعدامت میکنیم، این 3 روز چقدر سخت میگذره، خودش تو دلش میگه کاش به من اعلام نمیکردن. لذا خیلی چیزها را الله عزوجل برای ما مشخص نکرده، موت را مشخص نکرده، قیامت را الله مشخص نکرده. به همین دلیل هر کسی فکر بکند که نزدیک است. الله هم در قرآن مجید بار بار میفرماید که قیامت نزدیک، اقتربت الساعه ازفت الازفه. و همچنین یکی از اتفاقات بزرگ شب قدر است. این را هم به همین دلیل الله عزوجل مشخص نفرموده که هر یک از ما حریص باشیم، بگیم شاید این شب باشه اون شب، همه شبها عبادت خدا بکنیم. الله دوست داره واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم موت با عبادت ربت مشغول باش. دوست داره بنده دائما عابد باشه، دائما عبادتش بکنه. بنابراین الله عزوجل این شب را معین نکرده، فقط فضائلش را بیان کرده و ما را تشویق کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی این شب اشاراتی داشتن، حتی بعضی از علائم آمده. البته علما نوشتن این علائمی که آمده این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، لازم نیست همیشه اون علائم باشد. مثلا در شبی که شب قدر بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کرد بعداً به صحابه که امشب شب قدر بود، صحابی میگه که باران بارید. اون شب که باران بارید سقف مسجد النبی آب ریخت و این جایی که ما داشتیم سجده میکردیم پیشانی ما با گل شد. الان دیگه نمیشه گفت که حتما یکی از علائمش اینه که باران بیاد، نه، در اون شب باران آمد. و بعضی معتقدن مثلا که اگر شب قدر باشه حتما باید نوری ببینند، یک علامتی ببینند. نه خیر، این اصلا لازم نیست. مهم اینه که انسان در اون شب در غفلت نباشد، در عبادت باشد، مشغول عبادت باشد. الله عزوجل بهش این فضیلت را میده، انسان متوجه بشه یا نشه که شب قدر امشب است. لذا کسانی که در دهه اخیر شب بیداری دارند و مشغول طاعت و بندگی هستند، قطعا اونها شب قدر را دریافتند. و کسانی که همچنین در اعتکافند، ولو اینکه در خواب باشند، معتکف در مسجد که هست گرچه زیاد نخوابه ولی وقتی که بخوابه اون خوابش هم چون در مسجد بدور از خانه هست عبادت در حال اعتکافه، لذا این شب قدر را دریافته. بنابراین این که مجهول است و نامشخص هم حکمت هایی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله عزوجل در سوره بینه زجر و توبیخ بیان می‌فرماید بر عناد کفار و مشرکین که این کتابی که این قدر دارای عظمت است. الان در سوره قدر خواندیم چقدر این کتاب جایگاه دارد که در چنین شبی نازل شده. این مشرکین، کفار، اهل کتاب از این کتاب اعراض میکنند، از این کتاب روی گردانی میکنند، استقبال نمیکنند. لم یکن الذین، الله میفرماید که نیستن کسانی که کفر کردند از اهل کتاب و همچنین مشرکین منفکین از کفر و شرک جدا نمیشوند حتی تأتیهم البینه، حتی که پیش اونها بینه بیاد. بینه چیه؟ دلیل چیه؟ یعنی رسول من الله، رسول بیاد از جانب الله که یتلو صحفا مطهره، صحیفه های پاک و پاکیزه را بخواند، یعنی قرآن را. اینجا سوالی هست که خب خداوند فرموده اینا از شرک و کفر دست نمیکشند تا رسول بیاد. خب رسول آمد بازم دست نکشیدند.
رسول آمد باز هم اونها ایمان نیاوردند. مفسرین جواب دادن که منظور اینه که اونا خودشون اینطور میگفتن، این حکایت سخن اونهاست. اونها میگفتند که ما از این مسیری که هستیم، از این مسیر عقب نشینی نمی کنیم. مشرکین میگفتند از ملت ابراهیمی، اونا خودشون را ابراهیمی میدانستند. اهل کتاب میگفتند از یهودیت، از نصرانیت. ما بر یهودیت و نصرانیت میمانیم تا پیغمبر جدید بیاید. پیغمبر جدید که آمد ما اون وقت چیکار میکنیم؟ از این دین را ترک میکنیم، به دین او میرویم. حال الله عزوجل میفرماید حکایت سخن اونها را که اینطور گفتند ولی عمل نکردند. اونها گفتند که ما جدا نمیشویم از این دین حتی تأتیهم البینه، حتی که پیششون بینه بیاد. بینه مبدل منه است، رسول بدل است. بینه کیه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسولی که از جانب الله مبعوث بشه، یتلو تلاوت کنه بر آنان صحیفه های پاکیزه. مطهره پاکیزه هستند، از باطل پاکند، از اشتباه بدور هستند. فیها کتب قیمه، در اون صحیفه ها کتاب مضبوط یا مطالب مضبوط و محکمی هست که قابل نسخ نیستند. حال الله عزوجل کسانی که اختلاف انداختند، کسانی که دین را قبول نکردند، قبلا همه متفق بودند. قبلا برای شما عرض کردم که تمام یهودی ها آمده بودند اطراف مدینه. به چه منظوری آمده بودند؟ آمده بودند که هر وقت نبی خاتم آمد و هجرت کرد به این شهر یثرب ما ازش استقبال میکنیم. پس قبل از بعثت رسول الله بهش ایمان داشتند، همه متفق القول بودند. حال که آمد، کی اختلاف انداخت؟ کی دو دستگی ایجاد کرد؟ کی راه غلط را برد؟ الله عزوجل می فرماید که اهل کتاب، ملاها، همین هایی که می دانستن همیشه اختلاف و مشکلات را درست می کنند. کسانی که نسبت به کتاب واقفند، یعنی اهل علم. عموم مردم گناهشون کمتر است، از اهل علم تبعیت می کنند. اهل علم وقتی که به دنبال الله پناه بده جاه و مال باشند، یعنی پست و مقام و ثروت و سرمایه باشند، اون وقت اونها دست نمی کشند. اگر اینها، این ملاهای یهود، اینایی که هر یکی مرجع بودند، هر یکی قطب بودند، هر یکی رهبریت داشتند، مردم پیش اونها می رفتند، مردم به اونها پول می دادند، مردم سرمایه های خودشون را برای اونها هزینه می کردند. اگر اینها می آمدند و غلام رسول الله می شدن، اون مرجعیت خودشون را از دست می دادن، اون جایگاه خودشون را از دست می داد. پس حب جاه و حب مال باعث شد که اینها اختلاف بکنن، بگن نخیر این درست نیست. الله می فرماید و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب، تفرق نکردن، دو دستگی و چند دستگی ایجاد نکردن کسانی که کتاب داده شدند، یعنی علماء اهل کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینه، مگر بعد از این که بینه آمد. بینه همین رسولی که یتلو صحف مطهره، بعد از این که رسول آمد اونها رسول را شناختند، بعد از اون اختلاف کردند. در حالی که الله عزوجل می فرماید در کتابهای خودشان چه دستوری به اونها داده شده بود؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، آنها امر نشده بودند در کتابهای سابق، در تعلیمات انبیاء خودشان، الا لیعبدوا الله، مگر فقط و فقط برای این که خدا را عبادت کنند، فقط خدا را عبادت کنند، توحید فی الالوهیت، مخلصین له الدین، خالص برای او بدانند عبادت را. مخلصین له الدین ای له العباده، عبادت را به خدا اختصاص بدند.
با خدا کسی دیگر را شریک نسازند در عبادت. اما اینها چیکار کردند؟ عیسی را شریک کردند، مریم را شریک کردند، روح القدس را شریک کردند، عزیر را شریک کردند، همگان را شریک ساختند، در حالی که در کتابهایشون بهشون امر شده بود که بر توحید و یکتاپرستی بمانند، حنفا، یکسو باشند از بقیه ادیان. این بحث عقاید است، یعنی در باب عقیده اونها احدی را با رب شریک نگیرند و بعد از عقاید اعمال. الان دار و مدار نجات برای ما هم همین دوتا است، عقیده صحیح، عمل درست. و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات، نماز بخوانند، نماز را اقامه بدارند، و یؤتوا الزکات، زکات بدهند، یعنی هم عبادت جانی هم عبادت مالی، هم حقوق الله هم ترحم بر خلق الله، التعظیم لامر الله و الشفقة علی الخلق، هم امر خدا را تعظیم داشته باشند، نسبت به دستور خدا احترام داشته باشند و هم بر خلق خدا شفقت داشته باشند. و ذلک دین القیمه، الله می فرماید که دین محکم و استوار همینه، همین دو چیز، التعظیم لامر الله و الشفقة علی الخلق، حق خدا را هم ادا کن، حق بندگان را هم ادا کن. اما علماء یهود نکردند، مردم را به سمت و سوی ضلالت راهنمایی کردند. در این قسمت الله عزوجل تخویف اخروی بیان می فرماید. اینهایی که کفر را ادامه می دهند، اینهایی که شرک را ادامه می دهند، نتیجه و جزایشون، کیفر اعمالشون چه خواهد بود؟ الله می فرماید ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بدون شک کسانی که کفر کردند از اهل کتاب و مشرکان، فی نار جهنم خالدین فیها، اینها در نار جهنم، در آتش جهنم به صورت همیشه در آن میمانند. اولئک هم شر البریه، اینها بدترین مخلوقات است، بدترین مخلوقات. رب العالمین اهل کفر و اهل شرک را میگوید. پس برتری و بدتری بر اساس قومیت نیست، بر اساس عربیت و عجمیت نیست، بر اساس بقیه ملاک ها نیست، بر اساس ملاک ایمان و کفر است. بهترین مؤمن است، بدترین مشرک است، بهترین با تقوا است، بدترین فاسد و بدعمل است. اولئک هم شر البریه، هر کسانی باشند، دارای هر نژادی باشند، ولو اینکه انبیا زاده باشند. مگه اهل کتاب هم یهودی ها هم مسیحیان اکثر آبا و اجدادشون پیغمبر بودند، انبیا زاده بودند. اونقدر که انبیا در میان بنی اسرائیل فرستاده شد، در میان هیچ قومی فرستاده نشد. انبیای همه اقوام یک طرف، انبیای بنی اسرائیل از اونها بیشتر. ولی این پیغمبر زاده، آقا زاده، ولی الله می فرماید این نسب ملاک نیست. وقتی که کفر در زندگی باشه، شرک باشه، اولئک هم شر البریه، هر کسی باشی تو. لذا هیچ وقت افتخار نکنید که آبا و اجداد ما صالحان بودند، اولیا بودند، نیکان بودند. به فکر خودتون باشید. اینها میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم، به معنی اینکه محبوبان خداییم، دوستان خداییم، چون که خدا از میان ما همه انبیا را مبعوث کرد. الله جواب داد اگر شما دوست خدایید، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، چرا خداوند در طول تاریخ هر جا پدران شما را به سبب گناهانشون عذاب داد؟ یک جای الله عزوجل 10,000 تا 40,000 تا، یک جای که جهاد نکردن 10,000 تا کشته شدن، یک جای 40,000 نفر توسط قوم عمالقه اسیر شدن، 40 تا کشته شدن، 40,000 تا. یک جای الله عزوجل تبدیل به قرده و خنازیر شما را قرار داد. شما انبیا زاده هستید؟ الله نگاه میکنه اعمال شما چیه.
پس وقتی که همین انبیا زاده ها کفر بکنن به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاورند، اولئک هم شر البریه، اینا بدترین مخلوقات هستند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین مخلوقند. ولی اینکه غلام های سیاه فام باشن مثل بلال حبشی، صدای کفششون را رسول الله در بهشت هم میشنود. ابو بکر و عمر به اون میگه آقای ما هستی تو. لذا بس بر حسب و نسب هیچ ارتباطی ندارد، بر ایمان و تقوا، خدا ترسی، عمل صالح بهتری و برتری. لذا الله مؤمنین را میگه و عمل صالح انجام میده، میگه اولئک هم خیر البریه، بهترین مخلوقاتن. ثمره اخرویشون را الله بیان فرموده، در آخرت چه چیزی در انتظارشون هست. الله می فرماید جزاؤهم عند ربهم جنات، پاداشی این انسان ها، جزای نیکی این انسان ها نزد پروردگار جنات عدن، جنات جاودانه هست، جنات همیشگی که تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و اشجار و کاخهایش نهرها جاری است، خالدین فیها ابدا، خلود، همیشه در اون جنات میمانند به صورت ابد. این جنت را ما تعبیر میکنیم به جنت جسمانی، جنت مادی، بهشت جسمانی که توش نهر هست و باغ هست و میوه هست و حور و غلمان هست و همه رفاهیات هست. اما یک جنت دیگه هست که اون جنت را میگن جنت روحانی، جنت معنوی. اون جنت اعلام رضایت الله هست. رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اینها راضی و اینها راضی از ربشان. چقدر واقعا سعادت بزرگی هست و خوشبختی بزرگی هست که الله عزوجل اونجا اعلام میکند ای بنده های من از شما راضی، بعد از این هرگز بر شما من ناراضی نمیشم، بر شما سخط و خشم نمیاد، غضب بر شما نمی کنم. این بهشت و این لطف و لذتش از اون جنت به مراتب بیشتر از کسی که حقیقت را بداند. لذا این دو بهشت الله بیان فرمود، هم روحانیش هم جسمانیش. این برای چه کسانی هست؟ الله عزوجل بسیار آسان فرمود، نفرموده این برای انبیاست، این برای اولیاست، این برای علماست، این برای شهداست، این برای کسانی که در جایگاه های بلند و بالا باشن. نه، هر کسی از من و شما میتونیم این جایگاه را کسب بکنیم. الله میفرماید ذالک لمن خشی ربه، این جنت و رضوان برای اون انسانی هست که از ربش بترسد. خشیت رب، هر کسی از رب بترسد، گناه نکند، معصیت نکند. ببینید بزرگترین علامت خشیت و ترس از خدا ترک گناه است. اون توفیقات بعدی که برای واجبات و مستحبات و سنن چه اندازه توفیق میابی، اون بعدش انسان گناه نکند، معصیت نکند، از رب بترسد، نه خلاف دستور رب بکند و رب را ناراضی بکند و نه بر بندگان رب ظلم و ستم بکند. خشی رب، از رب میترسد، بی نمازی نمی کند، از کنم که حرام خاری نمی کند، چشمش گناه نمی کنه، گوشش گناه نمی کند، قلبش گناه نمی کند، زبانش گناه نمی کند، غیبت نیست، دروغ نیست، بهتان نیست، دل شکستن نیست، اینا همه را انجام نمیده، میتونه ولی از رب میترسه. این خشیت و تقوا که نام دیگرش تقوا هست، این جلوش را گرفته. این سدی هست. خوشا به حال کسانی که این سد جلوشون همیشه هست، هر کاری میخوان بکنند از ربشون میترسند. فوراً تا که یادآوری میکنی خدا را چه جواب میده، فوراً بدنش تکان میخوره،
و عقب نشینی میکنه، نمیره به طرف گناه. لذا سعی کنیم که خشیت پروردگار در ما بیاید، انشاءالله در دنیا هم می درخشیم، در آخرت هم الله عزوجل فوز و فلاح و رستگاری را نصیب ما می گرداند. خب سوره زلزال هست. این سوره ها را بنده عرض کردم، تاکیدم می کنم با دقت اگر گوش کنید، بخشی از ترجمهشون را بدانید، با نماز با ترجمه بخوانید، در نماز لذت نمازتون را هم می بینید و اون حلاوت و شیرینی عبادت را هم احساس می کنید. این سوره های کوچک حفظشون هستید، ترجمهشون را هم یاد بگیرید. در سوره بینه ما خواندیم که مشرکین و اهل کتاب چرا ایمان نیاوردند. حال در این سوره بر اون عناد و بر اون ضدی که اونها از خود نشان دادند تخویف اخروی هست، یعنی خداوند از عذابهای آخرت بیم میده. عذاب آخرت شروع میشه با زلزله. الله می فرماید اذا زلزلت الارض زلزالها، زمانی که به حرکت و به زلزله در می آید، زلزله داده می شود زمین زلزله اش. یعنی علما گفتن نفخه اول که دمیده میشه، سور اول که دمیده میشه، این زلزله آغاز میشه و زمین حرکت میکنه. بعضی گفتن نه، به وقت سور دوم، چون که بعد از سور دوم متصلا مرده ها از قبرها میان بیرون. بعضی گفتن اذا زلزلت الارض زلزالها نفخه اولاست و اخرجت الارض اثقالها نفخه دوم است. و اخرجت الارض اثقالها، الله می فرماید بیرون میندازد، بیرون میکند زمین اثقالها، تمام بارهایش را. هرچی که بار و سنگینی تو زمین هست، در شکم زمین است، همه را بیرون میندازه. مراد چیه؟ اموات هستند، مرده ها، هرچی مرده هست، شاید میلیاردها باشند، شاید نه، قطعا الان 7 میلیارد زنده هستند، اینها خود تو همین زمین میرند. هرچی که در قرون گذشته بوده، میلیاردهای میلیارد، یک بار که سور دمیده میشه، زمین یک زلزله در زمین ایجاد میشه و به سبب زلزله همه اون چی که در شکم زمین است بیرون میفته. انسان ها همه یهویی زنده میشن. و قال الانسان ما لها، انسان متحیر، سرگشته، سرگردان، میگه چی شده این را؟ چرا این زمین این کار را با ما کرد؟ انسان نمیدونه که چه خبر است. یومئذ تحدث اخبارها، در اون روز زمین سخن میگوید، بیان میکند اخبار خودش را. به ان ربک اوحی لها، این دلیل سخن گفتنش است، به سبب اینکه رب تو وحی کرده به زمین، یعنی دستور داده که زمین به سخن بیا. زمین به سخن میاد، همه اعضا حتی به سخن میآیند. الله عزوجل می فرماید که حتی دست و پا و اعضا و جوارح انسان هم به سخن میآید. لذا زمین میگه چیکار کردی، چه گناهانی، چه معاصی، چه جنایتی انجام دادی، من خودم گواهم. یومئذ تحدث اخبارها، چرا سخن میگوید؟ بان ربک اوحی لها، چون که رب او را به او وحی کرده، یعنی دستور داده. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز برمیگردن مردم گروه گروه، متفرق، همه میایم به میدان حساب، برمیگردند تا اعمال خودشون را ببینند. یعنی جزای اعمال مراد است، چون اونجا فیصله میشه، سرنوشت ها تعیین میشه، تکلیف ها روشن میشه. لذا الله عزوجل به صورت خلاصه 2 جمله می فرماید. این 2 جمله را همیشه آویزه گوش داشته باشید و بر صفحه قلبتون بنویسید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرى و من یعمل مثقال ذره شرا یرى، هر کسی که عمل بکند به اندازه 1 ذره مثقال،
خیری انجام داد، یک ذره یره میبیند. حتی یک خرما در حدیث آمده، یک خرما در راه خیر میدی نتیجهش را اونجا میبینی. یک عمل اندک، هیچ معلوم نیست انسان با چه عملی بخشیده میشه. خیر را معمولی ندانید ولو اینکه اندک باشد. در حدیث شریف هست که یک انسانی که هیچ عمل نیکی در پروندهش نداشت، یه روزی یک جایی رفت، دید که سر راه آبرین یک درختی هست، یک شاخه درخت اذیت میکنه، هر که رد میشه به لباسش برمیخورد، اذیت میکنه. گفت که چرا بندگان خدا اینجا اذیت میشن، رد میشن؟ لذا رفت چیزی آورد و همین شاخه را قطع کرد، ترحم کرد بر بندگان خدا. همین شاخه را قطع کرد، گفت که هر که از اینجا رد میشه راحت رد بشه. الله عزوجل به برکت همین عمل او را مورد آمرزش و مغفرت قرار. همین یک عمل، دیگه هیچی نداشت. گاهی انسان عمل اندکی انجام میدهد ولی با خلوص انجام میده، با یک احساس درونی خاص انجام میده. این عملش پیش الله عزوجل خیلی مقبولیت پیدا میکنه. بنده همیشه تعریف میکنم از یک زن صالحه که در یکی از روستاهای همجوار فوت کرد و توفیق شد اونجا به جنازهش بریم. بعدا مردم روستا گفتن این زن از قبل میدونسته که میمیره، چون خواب دیده، 3 شب قبل خواب دیده که من میمیرم. به خاطر همون خواب اینقدر یقین کرده، سالم بوده، هیچ مریضی نداشت. لباسهاش را تقسیم کرده، لباسهای اضافی را، بعضی ها را به فرزندان و نوهایش داده، بعضی را به فقرا داده. گفته بدید من دیگه زنده نمیمانم. همه خندیدن که مادر بزرگ دیوانه شده و هر چی داشته صدقه کرده. گفته نه، از من تمام، من خوابم را دیدم. قدرت خدا بعد از 3 روز فوت کرد. بعد از اینکه این خواب را دیده بود، اون چی که داشت تقسیم کرده، بعد فوت کرد. بعد کنجکاو شدیم ما که این زن چه عملی انجام میداده که الله عزوجل این کرامت را که همه دیدند که لباسش را تقسیم کرد، انگشتری که داشت تقسیم کرد، هر چی داشت صدقه کرد. این چه عملی نیکی داشت؟ تعریف کردن اطرافیانش که این علاوه از این که بر نماز پایبند بوده، بر نماز شب پایبند بوده، نسبت به مخلوقات خدا خیلی ترحم داشت. این همیشه وقتی که در سفره غذای چیزی میماند، نانی، برنجی، چیزی، یک بخشش را میبرد، یک جای تیربرقی بوده اونجا، همیشه پرنده ها میدونستند که این زن اینجا برایشون خوراکی میندازه. هر چی که مازاد سفره بوده اونجا میرفت، این پرنده های بیابانی بر اونها ترحم داشت، اونجا میریخت، اونها می آمدن جمع میشدند و بخشی از این خورده ها را، شیرینی ها را میبرد بر اون سوراخ مورچه ها مینداخت که مورچه ها از اونجا برای خودشون جمع بکنن. یک انسانی که در دلش این ترحم باشد، این شفقت باشد نسبت به خلق، میبره میگه که هرچی من اضافه خوردم بذار به اینها برسه، یه جای امنی برای اونها قرار میده، یه جایی برای مورچه ها که این همه زحمت نشند، نیان تو خونه ها، همونجا ببرند و به هر حال ارتزاق بکنند. قطعا الله عزوجل این انسان را خیلی دوست داره. خیلی هستند تهجد میخوانند، خیلی هستند که نمازشون پایبنده، اما بعضی ها یک سری اعمالی که بسیار اندک است، بسیار بظاهر بی ارزش است، اما معلوم نیست که رب سبحانه و تعالی کدوم عمل را میپسندد، کدوم را دوست دارد. لذا هر عمل خوبی باشد دست کم نگیرید و هر عمل بدی باشد هم دست کم نگیرید، بی پروا نباشید. گاهی یک عمل اندکی هست که انسان را تباه می کند. یک ذره مثقال، الان ذره زبان فارسی است، بعضی گفتن این ذره در زبان عربی به همین مورچه کوچولو میگن ذره.
یعنی به اون اندازه عمل باشد، خیر باشد هم نتیجه اش را میبینی، شر باشد هم نتیجه اش را میبینی. لذا اونجا دارالجزا هست، بر اساس اعمالت فیصله میشه. پس اون انسانی که نمازش مرتبه، روزش مرتبه، روزی 1000 بار 2000 بار نام الله را ذکر میکنه، سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، الله اکبر میگه، چشمش، گوشش، قلبش، دستش، پایش از گناه محفوظه، این انسان سبحان الله خیلی نیکی داره. استقامت بکنیم، خیلی این آیات ما را امیدوار میکنند. استقامت بکنیم و ادامه بدهیم، انشاءالله آینده ما خوبه، آینده ما روشن است. الله عزوجل صراحتا بیان میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. در سوره زلزال بر عناد کفار و مشرکین زجر و توبیخ بود، اینجا بر ظلم کفار که کفار چقدر ظلم میکنند. انسان اصلا چقدر ظلم میکنه، ولی مراد از این انسان کافر است، چون از سیاق معلوم میشه کافر است. الله میفرماید چند چیز را الله اینجا به عنوان سوگند یاد میکنه. والعادیات ضبحا، سوگند به اون اسبهایی که تند میدوند، ضبحا همه میکشه، شیه میکشند، اسبهای چالاک، اسبهای جهادی، خیلی چابکند، خیلی چالاکند و همیشه وقتی که میروند یک صدای خاصی، یک همهمه خاصی از خود دارند. لذا الله عزوجل اون اسبها را به عنوان گواه یاد میکند. فالموریات قدحا، و سوگند به اون اسبهایی که آتش ایجاد میکنند، یعنی با سمهایشان و کفشکهای پایشان که وقتی که به زمین با سنگها برخورد میکند و جرقه تولید میشه، آتش ایجاد میشه، الله اون اسبها را به عنوان شاهد، به عنوان قسم و سوگند یاد میکند. فالمغیرات صبحا، سوگند به اون اسبهایی که صبحگاهان غارت میکنند، یعنی حمله میکنند به دل دشمن و در اون سپاه دشمن حمله میکند و جهاد میکنند، اسبای جهادی منظور هستند. فاثرن به نقعا، به وسیله این حمله خودشون غبار تولید میکنند، گرد و خاک ایجاد میکنند. فوسطن به جمعا، و به وسیله همین حملهشون در میان جمع، در وسط لشکر، جمع لشکر را میگن، در وسط لشکر میرند و پروا ندارند و مردانه و شجاعانه می جنگند. لذا الله عزوجل می فرماید که سوگند به اینها، یعنی اینها شاهدند. اینجا الله عزوجل در واقع نوعی تقدس به جهاد و به اهل جهاد داده که به اسباب و آلات اونها سوگند یاد کرده و شاهد گرفته. ان الانسان لربه لکنود، این جواب قسم است و بیان مرض انسان است. الله می فرماید که سوگند به اینها که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است، ناشاکر است. انسان ناشاکر مراد است. و انه علی ذلک لشهید، و اون انسان خودش بر این چیز گواه است، خودش میدوند. انسان خودش میداند. هر یکی از ما فکر بکنیم خداوند چه لطفی، چه احسانی به ما کرد، نعمتهایی که اصلا توقعش را نداشتیم، انتظارش را نداشتیم، الله به ما عنایت فرمود. ولی ما در مقابل این نعمتها چقدر سپاسگزاریم. لذا الله می فرماید این انسان خودش بر ناسپاسی خودش شاهد است، مطلع است. و انه لحب الخیر لشدید، این دلیل مرض است، اینکه چنین مریض هستیم، خدا را سپاسگزاری نمی کنیم به خاطر حب خیر است. خیر به معنی مال. این انسان نسبت به مال محبت شدیدی دارد، محبت بسیار زیادی دارد، به قدری که گاهی از حد عدول می کند، تجاوز می کند،
حلال و حرام را تشخیص نمیدهد. اما الله عزوجل بیم میده، ما را میترسونه. ای انسان ها، نمیدونید که یک روزی از قبرها بلند میشید؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. این علاج مرض است. اونجا و انه لحب الخیر لشدید، اونجا بنویسید دلیل مرض، تشخیص مرض، مریضی را اونجا الله عزوجل اعلام میفرماید. و افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، این علاج مرض است. یعنی این امراض ما کی علاج می شوند؟ وقتی که ما در دل داشته باشیم، یقین بکنیم، باور کنیم که یک روزی هرچی که در قبر زیر و رو میشه، بعثره به معنی زیر و رو میشه، یعنی این خاک بالای قبر میره پایین و اون جسدی که داخل قبر میاد بالا و زنده میشه و انسان پاسخگو میشه. انسان اگر بدوند که پاسخگو میشه درباره تمام این اعمال، سوال کتاب میشه، اون وقت انسان اشتباه نمیکنه، رب را ناراضی نمیکنه. لذا الله میفرماید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا انسان نمیداند زمانی که زیر و رو میشه آنچه که در قبر هاست، و حصل ما فی الصدور، و حاصل میشه آن چیزی که در سینه هاست. یعنی هر چی که در سینه داشته، در دل داشته، همه ظاهر میشه، همه اونجا میاد جلو. اگر کسی در دلش نفاق بوده، نفاقش مشخص میشه. در دلش کفر و شرک بوده، کفر و شرک مشخص میشه. هر چی که بوده، ایمان بوده، اخلاص بوده، صداقت بوده، اون ظاهر میشه. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، همانا پروردگارشان نسبت به اونها در آن روز نسبت به تمام اعمالشون خبیر است. یعنی چی؟ ای عالم لا یخفى علیه منهم خافیه، خدا خبیر است، یعنی هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست. و هو عالم بهم فی ذلک اليوم و فی غیره، در اون روز و در غیر اون روز الله عالم است، ولی اون روز را گفته چون که در اون روز جزا میده. ولكن المعنى انهم یجازیه فی ذلک اليوم، تفسیر قرطبی. در اون روز خدای عزوجل هر یکی را به کیفر اعمالش و به جزای اعمالش میرساند. الله لطف کند بر ما، رحم کند. سوره مبارکه القارعه هست. در این سوره که خواندیم زجر بر کفار بود و تخویف اخروی برای ظالمان بود. حال در سوره قارعه بازم تخویف اخروی بر ظالمان است. القارعه، قارعه نامی هست از نامهای جهنم، ببخشید نامهایی که آخرت، قیامت. قارعه اصل قرع میگویند صدای دلخراش را، صدایی که دل را تکان بده. قیامت که آغاز میشه با صدای بسیار مهیب و صدایی که جگرها را پاره میکند، همون سور اسرافیله. الله میفرماید القارعه. مل قارعه، این استفهام تحویل است. میدونی قارعه چیه؟ و ما ادراک مل قارعه، بازم میدونی قارعه چیه؟ خبرداری قارعه چیه؟ الان قارعه را الله تشریح میکند. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که انسان ها میشوند مثل فراش مبثوث. فراش به معنی پروانه. پروانه ها از میان حشرات خیلی ضعیف و نحیف هستند. پروانه با یک سرعت تندی میره، اما تا برخورد میکنه با چوبی، با دیواری، فورا میفته. گاهی میبینیم خیلی پروانه ها هستند افتادند، بالخصوص بعضی فصلهای گرما یا بهار که پروانه زیاد میشه، میبینیم که زیر چراغ ها و زیر این تیربرق ها صبح چقدر پروانه افتاده. الله میفرماید انسان ها که از قبر بلند میشن مثل این پروانه ها ضعیف و نحیف و لاغر و بیحال افتادند. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. مبثوث یعنی پراکنده، یکی اینجا یکی اونجا، هر یکی.
و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها می شوند مثل پشمی که حلاجی شده، زده شده به وسیله چوب. پشم یک مقدار زخامت داره، اما وقتی که این پشم را بزنند، حلاجیش بکنه، این پشم چطور از هم دیگه چی میشه؟ جدا میشه که از این طرف پشم اون طرف پشم را میبینی چنان نازک است. کوه چنان پشم میشه، یعنی کوه تکه تکه میشه، ریزه ریزه میشه و غبارهاش مثل پشم است. لذا چنین روز وحشتناکی است. اما در اون روز هم دار و مدار نجات انسان بر اعمال است. الله می فرماید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، اما هر انسانی که میزان اعمالش سنگین باشد، عمل کردش سنگین باشد، فهو فی عیشة راضیه، اون در عیش و زندگی خواهد بود که راضی میشه. اون راضی میشه از ربش، زندگی پسندیده، مورد رضایش، مورد پسندش. این همونه که ترازوی اعمالش سنگینه، نمازش، عبادتش، بندگیش، تقوایش، ذکرش، یاد الله، صدقه، همدردی، در همه ابعاد کم نداره. ببینید تلاش کنید تا کفه ترازویتون قوی بشه. و اما من خفت موازینه، اما اون انسانی که میزانش، ترازویش، کفه ترازویش سبک باشه، یعنی عملی نکرده، فامه هاویه، جای اون انسان، مستقر اون انسان، امه ای مستقره، جای این انسان، استقرار این انسان در هاویه هست. کجاست؟ هاویه. هاویه چیه؟ و ما ادراک ما هی، میدانی اون چی هست؟ الله خودش میپرسه میدانی هاویه چیه؟ نار حامیه، این هاویه آتشی سوزان هست، آتشی داغ هست که انسان را میسوزاند. در سوره عرض کنم که همزه می آید که تطلع علی الافئده، دل انسان بیدار میشه، بر دل هم اثر میگذاره، چنان داغ هست. حاویه، الله می فرماید این آتش سوزانی هست برای کسانی هست که عمل کردشون ضعیفه، در چنته اعمال هیچی ندارن، توشهشون خالی هست. لذا عزیزان این ماه و امثال این ماه، اصلا این عمر، واقعا عمر انسان ارزشمنده. زندگی به این معنا، بعضی میگن زندگی هیچ ارزشی نداره، دنیا هیچ ارزشی نداره. از این جهت خیلی ارزش داره که انسان برای خودش جمع بکنه، کفه ترازویش را سنگین بکنه، انسان به سوی اعمال بشتابد، نماز، روزه، تلاوت، ذکر و یاد حق، دعا و تضرع، صدقه، دست به سر یتیم کشیدن، همدردی کردن و مواسات با بینواها، اینها هر یکی یک بهشت برای شما، هر یکی یک وزنه سنگین در ترازوی اعمال شما. در هیچ یک عقب نمانید، در همه تلاش بکنید. الله توفیقتون بده. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.